الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا رحمة للعالمين وهاديا لكافة الناس أجمعين أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم تنزيله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بعد شکر خداوند و درود بر رسول صلی الله علیه و سلم، فرا رسیدن این ماه مبارک را برای شما برادران مهمانان خانه خداوند تبریک و مبارکباد عرض میکنم. از خداوند ممنون خواهانم که این رمضان را رمضان برکت، رمضان صلح، رمضان آرامش، رمضان پیشرفت دین و دنیای ما بگرداند. و تشکر میکنم از برادر عزیزم اسلام الدین و همکاران و برادرانش که سبب آراسته شدن این مسجد و این محفل هستند. خب برادران عزیز، موضوع صحبت امشب ما در مورد فایده ایمان در دنیا. موضوع همین است، فایده ایمان در دنیا. یعنی اگر ما ایمانی به خداوند و ایمانی بر پیامبران و ایمانی بر روز آخرت داشته باشیم، در دنیا ما فایده دارد یا ندارد، موضوع صحبت ما همین است. اگرچه این موضوع بسیار دراز و طولانی است، در این وقت کم انشاءالله کوشش میکنم که تا اندازه هدف موضوع برای ما و شما روشن گردد. تا حال ما فکر میکردیم و فکر میکنیم که ما وقتی ایمانی به خداوند بیاریم و مؤمن شویم، برای آخرت ما فایده آور است و همه فکر ما به آن طرف بود. اما میخواهیم این شب ثابت کنیم که اگر ما ایمانی به خداوند و به روز قیامت داشته باشیم، آیا در دنیای ما فایده دارد یا ندارد؟ بحث ما همین است برادران. ما یک بحث در عقیده اسلامی داریم به نام مؤمن بهی، یعنی 7 چیزی هستند که ما باید به آن چیزها ایمان بیاریم که در این جمله مبارکه جمع شده اند: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. ترجمه را گوش کنید. ایمان آوردم این که خدا هست، خدای یکتا، و فرشتگان او برحقند و کتابهای او راست و درست هستند و تمام پیام آوران و پیامبرانی که فرستاده است همه راستگو و درستکارند و روز آخرت، یعنی یک روز این دنیا به پایان میرسد و حیات دیگر آغاز می شود و تقدیر نیکی و بدی از جانب خداوند است و زنده شدن بعد از مرگ بر حق است. این 7 چیز را مؤمن بهی میگویند، چیزهایی که اگر کسی به این 7 چیز باور نداشته باشد یا به یکی از این 7 چیز باور نداشته باشد، از دایره دین و ایمان و اسلام بیرون می شود. برای همین هر یک مسلمان برگردنش فرض و واجب است که فرزندش را آمنت بالله را با معناهایش بیاموزد.
قدیم از ما دعای غسل میپرسیدن. حتی نقل میکنن که از شه دامادها میپرسیدن که دعای غسل میداند یا نمیداند. بهتر است که بپرسیم آمنت بالله را میداند یا نمیداند. البته این سخن من انتقادی به گذشتگان و قدیمای ما نیست. خدا رحمت کند آنانی که اسلام را با رنج ها به ما رساندند، پدران ما و شما به هر طوری که بود. اما امروز برگردن هر پدر و مادر فرض است که فرزندش را اولین کلامی که می آموزد آمنت بالله باشد. اما صحبت امشب ما این است که اگر من به آمنت بالله تا آخر ایمان آوردم به این هفت چیز، آیا دنیای من خوب می شود یا نمی شود؟ انسان از کودکی از پی فایده می گردد. مگر ما دین را قبول کردیم برای این که دنیای ما خوب شود، فایده دنیوی ما باشد و آخرت ما خوب شود و فایده اخروی ما باشد. انسان از کودکی از پی تلاش و فایده های خود می‌گردد. شما اگر یک وقت در خانه نشسته باشید، صدای کودکان شما بیرون شود، دعوا کنند می‌روید که در باره یک بازیچه با هم جنجال دارند. از روز کودکی برای فایده خود انسان تلاش می‌کند. پسری خردتر میگوید این از من است، بزرگتر میگوید از من است. روی فایده خود از ما انسان ها دین را برای فایده دنیا و آخرت قبول کردیم، مگر نه چنین است؟ منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در حج برادران عزیز هر گونه دعاها هست، اما یک دعای مخصوص در بهترین نقطه زمین دنیا از کنار برج حتیم، گوشه حتیم، یعنی حج رفتید گوشه که دست میگذارند تا حجر الاسود، همین دیوار یک دعای مخصوص است: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در بهترین روز و در بهترین زمان در بهترین مکان پیامبر خدا این دعا را کردند، یعنی هم دنیا و هم دین، هم دنیا و هم آخرت. خب حالا اگر من که ایمان آوردم، شما که ایمان آوردید، دنیای ما خوب می شود یا بد؟ اگر دنیای ما خوب نمی شود، پس باید ما دین پیدا کنیم، از پی دین می رویم که دنیای ما خوب شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من معلم شدم برای شما تا شما را خوشبخت دنیا و آخرت بگردانم، تا اخلاق شما را درست کنم تا در دنیا و آخرت خوشبخت شوید. خب واردی بحث میشوید. اگر کسی گفت لا اله الا الله، خدا یکتا است، محمد فرستاده اوست، من که مردم باز زنده میشوم، فایده اولی دنیوی این کلمه ایمان این است که اگر برای او مصیبت، خبر مصیبت به او برسد، او چیکار میکنه؟ میگوید انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم و به سوی خدا برمیگردیم. این اولین فایده این کلمه و این جمله و فایده ایمان در دنیای ما برای سلامتی ما و شما است. چون برای شخص ایماندار مصیبت ها و غم ها و خوشحالی ها همه یک است. خدا داد، خدا گرفت. ما تاریخ بزرگ ها را وقتی میفهمیم، عالم بزرگی را وقتی در سر درس حدیث بود استادها نقل میکردن، خبر کردن که بهترین فرزند شما وفات کرد. گفت کدام فرزندی من؟ گفت فلان داملای عزیز. گفت انا لله و انا الیه راجعون. داد نزد، فریاد نزد، پرخاش نکرد، گریبان ندارید، با آرامش گفت بشویید، کفن کنید، برای جنازه تیار کنید. درس حدیث را تمام کرد و آمد اجازه است با فرزندم خداحافظی کنم. روی فرزندش را باز کرد، گفت خوشا به حالت فرزندم، گپ‌هایم را گوش کردی، درس خوندی، عالم شدی، حافظ قرآن شدی. آرزو داشتم جانشین من در این مدرسه و در این جایگاه باشی، اما خدا تو را از ما گرفت و ذخیره آخرت کرد. ان شاء الله در کنار ترازو یک جا هستی. تو را به خدا می سپارم.
ایمانی به خداوند او را آرامش داد. ما یک دریانورد داریم به نام کوستا. وقتی آبی تلخ و شیرین را پیدا کرد در جزیره، اعلان کرد که من یک چیزی عجیب و غریبی در دنیا پیدا کردم، نام من را در کتاب سرخ بنویسید. گفتن خاموش جناب کوستا، این چیز را پیامبر مسلمین 1400 سال پیش پیدا کرده است. گفت عجب، او چه کسی است؟ من باید کتاب او را مطالعه کنم. و کتابش قرآن است و قرآن ایمان آورد و مسلمان شد و میگوید وقتی که ایمانی به خداوند آوردم و تحقیق قرآن را آغاز کردم، مرگ فرزندم را نفهمیدم. عذاب، مشکلات، رنج مرگ فرزندم را اصلا احساس نکردم. بنابراین وقتی که ما ایمانی به خداوند و به آخرت داریم، خبر میرسد فرزندت وفات کرد، جگربندت، همسرت، دکانت سوخت، مالهایت از بین رفت، چنین شد، چنان شد. شخص مسلمان چه میگوید؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. این تحقیق علمی را جامعه شناسان غرب یعنی اروپا، اروپا تحقیق کردن چرا خودکشی در میان ما مردم، یعنی در امریکا و در اروپا بیشتر است نسبت مشرق زمین نسبت ما و شما. چرا چنین است؟ وقتی که تحقیق کردند به یک نتیجه و خلاصه رسیدن که مردم مسلمان مشرق زمین وقتی به مصیبت دچار شوند میگن خداوند آخرت ما را آباد کنه. خدا داد، خدا گرفت، دنیا گذران است. با این کلمه ها خود را آرام میکنند. اما یک شخص بی دین، یک شخص بی ایمان، یک شخص بی هدف، یک شخص بی مقصد، یک شخصی که به خدا و آخرت و حیات دیگر باور ندارد، به نظر شما چه چیزی او را آرام کند؟ مالش که از بین رفت، هدفش از بین می رود. هدفش که از بین رفت، خودش نابود می شود. چون انسان با هدف زندگی دارد. مگر انسان بی هدف در نیمه شب در سردی زمستان از کناری همسر گرامیش از جاگاه گرمش تیاق زنان یا پازنان در برف و سرد و گرما به سوی مسجد می رود. انسان بی هدف چی درد دارد؟ چه مرض دارد؟ مگر انسان بی هدف 16 ساعت یا 18 ساعت دهانش را می بندد، می تواند پنهان بخورد؟ و مگر انسان بی هدف از مالش، از مالی که با رنج به دست آورده است همچون زکات به مردم میدهد، این یک هدف و برنامه‌ای دارد. هدف همون آخرت است. هدف رضای خداوند است. مقصد حیاتی است که ما با اون ایمان داریم، ایمانی که ماندنی هستیم در آنجا. وقتی که دوزخیان به دوزخ و بهشتیان به بهشت وارد می شوند، از جانب خداوند یکتا پیامی می آید. پیام از جانب کسی که زنده است نمی میرد، به سوی کسانی که زنده اند دیگر نمی میرند. نه دوزخیان می میرند نه بهشتیان. مرگ همین یک مرحله گذرایی است برای اهل ایمان به حیات دیگر. پس فایده اول ایمان در زندگی ما این شد که سلامتی ما را حفظ می‌دارد. شخص ایماندار را وقتی از مصیبت ها خبر کردن نباید قلبش بلند شود، نباید عصبش ویران شود، چون که برای مصیبت ها و امتحانات خداوند آماده و تیار باشیم. مثل حضرت ابراهیم و فرزندش باشیم. چند روز ابراهیم علیه السلام ذبح اسماعیل را پنهان داشت. گفت چگونه با فرزندم بگویم؟ سرانجام گفت فلما اسلم و تله للجبین. هر دو تسلیم شدند. پدر تو چند روز برای همین مسئله ناراحت هستی؟ این داستان فقط در ذهن ما میگذرد. شما یک بار فکر کنید و ما باید یک بار فکر کنیم که اگر همین فرمان برای ما شود، فرزندی 13-14 سالت را برای من ذبح کن ای فلان. ایمانی به خداوند و به روز آخرت ما را زنده نگه می دارد، سالم نگه می دارد. به این طریق که
مریض نمیشویم، حسد نمیشویم، درمند نمیشویم. این هم وابستگی دارد به ایمان آن شخص که چی اندازه است ایمانش، شادابی و ترابط و فعالیت ایمانش تا چی اندازه است. برای همین اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه می نشستند و می گفتند بیایید درباره ایمان گپ زنیم، بیا درباره آبیاری ایمان صحبت کنیم، بیا درباره شاداب کردن و پرتراوت کردن ایمان صحبت کنیم. حضرت عمر گاه اهل مجلسش را فریاد میکرد بیا درباره ایمان صحبت کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا الله ان یجدد الایمان فی قلوبکم. ایمان در درون هر کدام شما کهنه می شود، پاره می شود، تیکه می شود، از بین می رود، همان گونه که لباس شما تیکه می شود و پاره می شود و از بین می رود. پس از خداوند بخواهید که ایمان شما را تازه و نو و پرتراوت بگرداند. و امروز که نگاه کردم به احادیث، یکی از سببهای با قوت شدن ایمان مسلمان تلاوت قرآن بوده است و شنیدن قرآن مجید بوده است. خوشا به حال آنانی که 30 شب کلام خدا را از پشت قاری عزیز گوش میکنند و ان شاء الله این قرآن برای او شفاعت میکند. پس یکی از فایده ایمان برای سلامتی خود ما است. ما وقتی به مصیبت ها دچار شویم میگیم ما را آخرت منتظر است، زندگی بهتر منتظر است. خدا از دنیا نداد، از آخرت میدهد. ما به همین چیز تسلیت و آرامش پیدا میکنیم و سلامتی ما از بین نمیرود. دوم، فایده ایمان پدر مسلمان برای فرزندان. یک پدری با ایمان مسلمان فرزندش رو چگونه تربیت میکنه، حتی بعد مرگش هم فایده داره. فایده ایمان شخص مسلمان، یک شخص ویروشی، یک شخص مؤمن، فایدهش به نظر دیگه جای مثال نیست که یک انسان به ایمان فرزندش رو چگونه تربیت میکنه و یک به ایمان چگونه تربیت میکنه. به ایمان که یک دود گرفت از بنگ و سیگار و شراب، میگه یک بچم ترم آموخته شد، بچم حقارتش که دشنامش بده بزنش و هزاران داستانی است که انشاءالله این داستان همش نمیگم. حضرت موسی علیه السلام را خداوند امر کرد سفری کن، سفر علمی، بنابر سخنی که گفته بود. 3 حادثه در سفرش با حضرت خضر رخ داد. حادثه سوم این بود که به یک ده رفتن، برای آنها پول پیشنهاد کردند که برای ما خوراک بدهید، آنها خوراک ندادند. وقتی که از ده پایان شدند، در پایان ده یک دیواری بود. گفتند حضرت خداوند فرمود ای خضر و ای موسی هر دو با این دیوار را تعمیر کنید. تشنه بودند، گرسنه بودند و خضر گفت موسی برادرم این دیوار را باید تعمیر کنیم. گفت تشنه ایم، گرسنه ایم، خسته ایم، این اهل ده برای ما طعام ندادند، حتی نفروختند. فرمان خداوند است. آغاز کردند، تعمیر کردند. بعد حضرت موسی پرسید که از این حادثه ها برای من بگو. حادثه سوم تعمیر دیوار بود. خداوند گفت و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، اما این دیواری که شما 2 تا دوست من که در روی زمین از شما بهتر ندارم، خضر و موسی، تشنگی و گرسنگی شما را نگاه نکرده این فرمان را دادم که دیوار را تعمیر کنید. در زیر دیوار کنز است، خزینه است، صندوق از نقره و طلا است برای یک شخص صالح که او دوست من است و او 2 تا فرزند یتیم دارد. و شما دیوار را تعمیر کنید تا دیوار نگردد و این ذخیره پیدا نشود. فایده پدر ایماندار بعد از مرگش برای فرزندان یتیم. فایده فرزند ایماندار برای پدر.
حالا یک انسان 10 تا فرزند داشته باشد، اگر مریض شود این سوال به خود شماست کدام فرزند بهتر خدمت میکند؟ همون به ایمانی که 10 سال شد در مسکو است، حتی زنگ تلفنی ندارد، او خدمت میکند یا آن کسی که به ایمان است و اهل مسجد است؟ جواب بدهید. فایده ایمان فرزند صالح به پدر، فایده ایماندار پدر صالح به فرزند بیشتر می رویم. فایده شوهر صالح به همسر. لا رسول الله صلی الله امام میفرماید رحمه الله لا تزوج، امام حسن بصری میفرماید اگر خطا نکنم لا تزوج بنتك الا لتقي ان اکرمها ان احبها اکرمها و ان ابغضها لا يهينها. دخترت را غیر از اهل ایمان و تقوا به دیگر کس نده. اگر دوستش بدارد بسیار احترامش میکند، اگر معقولش نباشه مقبولش نباشه دوستش ندارد خار و ذلیل و توهین و حقارت و دشنامش نمیکند. خدا اون را نگاه میدارد. فایده مرد به ایمان برای همسرش، برای زنش و برعکس فایده زن ایماندار برای شوهرش. پیامبر میفرماید زن را برای 4 چیز انتخاب میکنن مردم: برای حسب و نسبش، برای مالش، برای جمالش، برای دینش. اما وصیت رسول الله این است که برای دین بگیره. حالا اگر زن را به خاطر ایمان انتخاب کردی، در مسکو هستی، در سیبیر هستی، در دبی هستی، در چین هستی، میبخشی اگر در زیر قبر هم که هستی آرامیم، چون ما مادری به ایمانی برای فرزندانمان مثل مادر امام بخاری داریم. اولین حق فرزند چیست؟ سوال. اولین حق فرزند این است که برای فرزندت مادر انتخاب کنی که به سبب این مادر آنها افتخار کنند و در جامعه سرخم نباشند. پیش از آمدنم سخنی شنیدم دلخراش، یک برادر یک زنی بیراه را به خاطری که در راه بیارم میگیرد، از او 2 فرزند میابد، بعد 2 فرزند همین زنی بیراه باز رفته شوهر میکند با توی و با جشن خبر میشود که زنش ازدواج کرده. این نتیجه زنی به ایمان است. در آخر زمان میگه مسئله های میبراید که مفتی حیران میشه چی جواب بده. نکاح او چی شد؟ جشن او چی شد؟ فرزندان او چی شد؟ فایده زنی به ایمان برای مردی به ایمان. فایده برادری به ایمان برای برادری به ایمان. حالا ما چند تا برادر داریم. یا برادر داریم به ایمان، ایماندار، همیشه فایدهش میرسد، دستگیریش تا در مصیبتی در کنارت است. یا برادر داریم خدا پناه بده حد به ایمان است، دایم در رنجیم. یا برادر دارم هر وقت زنگ بزنم میگه تشویش میشم، حالا فلانی چی بلایی کرد. فایده برادری به ایمان و ضرری برادری به ایمان. این همه فایده های ایمان در دنیا از حالا ما با آخرت کار نداریم. برادر آمنت بالله فایدهش همیشه است که دنیای ما چقدر خوب می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مدینه آمد، مدینه شهر دزدان بود، شهر غارتگران بود، شهر آدم کشان بود. انسانی سالم و آزاد را می گرفتند، سرتیفیکت غلامی در گردنش آویزان کرده غلام میکردند. این مردم بعدی که رسول الله ایمان را تزریق کرد، مهمان ها که از خارجه می آمدند، رسول الله در مسجد بازارهای طلا و نقره و خوراکواری و سبزیجات آزاد درهای بازار می گفتند اهل این شهر کجاست؟ این اهل مدینه؟ مردم این شهر کجاست؟ در نمازند. اینو دوست ندارند، اینو غارتگر ندارند. این فایده آرامش ایمان در دنیا بود. فایده همسایه ایماندار برای همسایه.
حالا یک برادر در مسکو است، در مسافرت است، برادرش همسایش ایماندار است. همین که در خانه در آمد از همسرش میپرسد همسایه چه خیره؟ کودکاش چگونه؟ بگه خوراک فرستادی؟ گنگا جان چه خیلی یگان مشکل نیست؟ اکم زنگ میزند فایده ایمان. حالا بیا که ضرری همسایه به ایمان نگه. شما خبر داره چی خیانت های در این دام ها می شود؟ در این ده ها همسایه ها به همسایه ها خیانت میکنه. خدا پناه بده. این ضرری همسایه به ایمان است. فایده رئیس محلی به ایمان، فایده جامعه به ایمان، فایده یک جامعه که همه میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی که شهر را رسول الله ایمانی کرد، همین مردمی که برای یک شتر آب دادن 200 سال جنگیدن قوم اوس و خزرج، همشون نیستشون مردند و رفتند در این جنگ. میگه در آنچنان همسایگی و برادری کردند، میگه کله گوسفندی را آوردند. امشب خوراک خوردیم برای همسایه ببریم، در زدن اون همسایه گریه بود ما امشب خوراک خوردیم برای همسایه ببریم، ما امشب خوراک خوردیم برای همسایه ببریم. 6-7 تا خانه را این کله چرخ زد، دوباره همین دری خانه تق شد، بیرون شد. گفت برادر ما امشب خوراک خوردیم، این کله گوسفند رو میگیرید شما بخورید. فایده ایمان در جامعه ما شما. از خداوند منان طلبگارم که ما را جامعه ایمانی بگردانند، که ما و شما بتوانیم با این ایمان و باوری هایی که داریم یک زندگی خوبه که آن زندگی که رسول الله در جامعهش به وجود آورده تشکیل کرد، جامعه ما هم همین خیلی جامعه خودباور، جامعه خدا باور باشد. یک زندگی بهترین در زیر سایه قرآن و سنت رسول الله برای ما نصیب گرداند. تشکر میکنم از تمام شما برادران از دقتتان و از برادر عزیزم اسلام الدین و از کارگرهای آرامش دولت، از سردار دولت تبریک و تهنیت عرض میکنیم برای سردار دولت ما، برای کسانی که این آرامش را برای ما مهیا کردند که خدا را میتوانیم عبادت کنیم. خداوند مسجدهای ما را و مراکز دینی ما را آباد و آزاد بگرداند تا قیام قیامت برای ما و فرزندان ما خدا را عبادت کنیم و این آرامش را سبب ختمهای قرآن و تلاوتهای قرآن و عبادت خداوند برای ما نصیب گرداند. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. و صلی اللهم تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا